چرا افغانستان و پاکستان با هم درگیر جنگ هستند؟ همه چیز میان این دو کشور تقریباً مشابه است. چرا حالا چنان با هم می جنگند که گویی قصد نابودی یکدیگر را دارند؟ لایک کن و فالو یادت نره. بریم سراغ ویدیو. این خط در سال 1893 میلادی توسط بریتانیایی‌ها به عنوان مرز افغانستان ترسیم شد. در نتیجه این خط قوم پشتون را به دو بخش تقسیم کرد. بخشی در افغانستان و بخش دیگر در پاکستان ماندند. وقتی در سال 1947 پاکستان تأسیس شد، افغانستان اعلام کرد که خط دیوراند را به عنوان مرز رسمی نمیپذیرد. زیرا این خط را انگلیس‌ها به اجبار ترسیم کرده بودند. افغانستان همچنین گفت که باید مناطق پشتون نشین داخل پاکستان جدا شده و کشوری تازه به نام پختونستان تشکیل شود. هدف این طرح ایجاد سرزمینی مستقل برای پشتونها در میان پاکستان و افغانستان بود. اما پاکستان طبیعی است با این پیشنهاد مخالفت کرد، چرا که در صورت جدایی این مناطق تقریباً نیمی از بخش شمال غربی پاکستان از دست می‌رفت. در پی این مخالفت افغانستان خشمگین شد و به همین دلیل زمانی که پاکستان تازه تشکیل شد، افغانستان تنها کشوری در جهان بود که علیه عضویت پاکستان در سازمان ملل رأی داد، زیرا معتقد بود پاکستان اصلاً وجود خارجی ندارد. در ادامه مسائلی چون گروه‌های شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان یا TTT، پناهجویان و مهاجرت‌های غیرقانونی، سیاست‌های نیابتی و بازی‌های نفوذ، تروریسم و حملات مرزی و اختلافات ایدئولوژیک هم نیز از عوامل مهم در تنش‌های میان دو کشور به شمار می‌روند.